فوتبال برنده شد، اما متاسفانه فقط در همین مسابقه. تلاش جنجال برانگیز دونالد ترامپ برای کمک به تیم ملی آمریکا از طریق دخالت نظر رئیس فیفا اینفانتینو نتیجه معکوس داد. دست کم همین اتفاق افتاد. دست کم در این مسابقه فوتبال پیروز شد. بلژیک در مرحله 1/8 نهایی جام جهانی با نتیجه 4-1 آمریکا را در سیاتل شکست داد و کاملا شایسته به مرحله 1/4 نهایی راه یافت. اما با این حال این جام جهانی و به ویژه فدراسیون جهانی فوتبال فیفا از زمانی که اجازه دادند دونالد ترامپ و اطرافیانش آنها را بازیچه خود کنند بازنده بودند. بدیهی است که مهاجم آمریکایی فولارین بالوگون هرگز نباید اجازه بازی پیدا می‌کرد. او در دیدار مرحله 1/16 نهایی مقابل بوسنی و هرزگوین به دلیل یک خطا کارت قرمز گرفته بود و طبق معمول پس از اخراج برای مسابقه بعدی محروم شده بود. اما سپس رئیس جمهور آمریکا با رئیس فیفا تماس گرفت و از جیانی اینفانتینو خواست که این محرومیت را دوباره بررسی کند. Our best player or one of our best players, a very vital player. And he gave him a red card. I didn't know what that meant. I didn't think it meant much. Then I started hearing that means he can't play in the next game, at least in the next game. I said, boy, that's a big, if it happened to another player, it would have been unfair. But when they take your best player or just about, they have some great players, and they say you can't play, that's very unfair. It's one thing to penalize somebody for the game, but how do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. So, yes, I asked for a review by FIFA. I spoke to a man who's highly respected, and by the way, whose level of respect has gone up tenfold. علاوه بر این، هاوارد لوتنیک وزیر بازرگانی ترامپ و اندرو جولیانی مدیر جام جهانی ترامپ وکلایی را مأمور رسیدگی به این موضوع کردند و نتیجه این شد که روز یکشنبه محرومیت او به حالت تعلیق درآمد. تصمیمی که برای اجرای آن مقررات فیفا به شکلی بسیار آزادانه تفسیر شد. از آن زمان کمیته انضباطی فدراسیون جهانی فوتبال تلاش کرده است با استدلال‌های حقوقی این تصمیم را توجیه کند. اما دیگر چه کسی این حرف‌ها را باور می‌کند؟ دروازه‌بان سابق آلمان الیور کان با کنایه‌ای تند به تصمیم جنجالی فیفا درباره پرونده فولارین بالوگان خاطره تلخ جام جهانی 2002 را زنده کرد. دروازه‌بان افسانه‌ای آلمان در شبکه‌های اجتماعی نوشت: اگر قرار است تاریخ فوتبال بازنویسی شود، دوست دارم فیفا کارت زرد میشائیل بالاک در نیمه نهایی جام جهانی 2002 را هم باطل کند، همان کارتی که او را از فینال محروم کرد. بعد هم می‌توانیم فینال مقابل برزیل را دوباره برگزار کنیم. بالاک به دلیل محرومیت فینال جام جهانی 2002 را از دست داد و آلمان بدون یکی از مهمترین ستاره‌هایش با نتیجه 2-0 مقابل برزیل شکست خورد. کان در همان تورنمنت عنوان بهترین بازیکن جام جهانی را به دست آورد. واکنش کان پس از آن مطرح شد که محرومیت فولارین بالوگان مهاجم آمریکا لغو شد و او توانست برابر بلژیک به میدان برود. تصمیمی که پس از اعتراض فدراسیون آمریکا و جنجال‌های گسترده پیرامون کارت قرمز او اتخاذ شد. از همان زمان قرعه کشی جام جهانی در ماه دسامبر بدترین پیش‌بینی‌ها مطرح شده بود. زمانی که ترامپ از دست اینفانتینو جایزه‌ای را که برای او ابداع شده بود، یعنی جایزه صلح فیفا دریافت کرد. جام طلایی صلح برای مردی که نیروهای شبه نظامی نقابدار را علیه مهاجران به کار می‌گیرد. فیفا همچنین این را هم پذیرفت که دولت آمریکا ورود هواداران تیم‌های حاضر در جام جهانی مانند ایران، هایتی و سنگال را به طور کامل یا جزئی ممنوع کند. یکی از داوران جام جهانی از سومالی نیز بلافاصله پس از ورود به کشورش بازگردانده شد. این موضوع را هم اینفانتینو پذیرفت، با وجود اینکه رابطه‌ای بسیار نزدیکی با ترامپ دارد. از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید هیچ رئیس دولت یا حکومت دیگری به اندازه رئیس فیفا با او دیدار نکرده است. با این همه حتی بسیاری از علاقمندان فوتبالی که تحمل ترامپ و اینفانتینو را نداشتند کم کم دوباره حال و هوای جام جهانی را پیدا کرده بودند. آنچه رخ داد به همه آسیب می‌زند، حتی به تیم ملی آمریکا. ورزشگاه‌ها پر بودند، مسابقات هیجان انگیز بودند و داستان‌های زیبایی شکل گرفته بود. کیپفورد که برای نخستین بار در جام جهانی حضور داشت، چیزی نمانده بود که قهرمان جهان آرژانتین را حذف کند. نروژی‌ها نیز برزیل را از مسابقات کنار زدند. رقابت مسی، هالند و امباپه برای کسب عنوان آقای گل نیز جذابیت زیادی ایجاد کرده بود. حذف زود هنگام آلمان هم مسئله مهمی نبود. حتی آمریکایی‌ها هم به فوتبال علاقه‌مند شده بودند.
اما آنچه اکنون رخ داده به همه آسیب میزند. این اتفاق به تیم ملی آمریکا نیز لطمه زد. تیمی که در ابتدا با شور و شوق به این تصمیم واکنش نشان داده بود. اگر ماوریسیو پوچتینو سرمربی تیم ملی آمریکا با توجه به شرایط از بالگون بخشوده شده استفاده نمی‌کرد، این اقدامی شجاعانه بود. اما به سختی میشد انتظار چنین شجاعتی را داشت. این اقدام زمانی ریاکارانه تر به نظر می رسد که در نظر بگیریم ترامپ در واقع افرادی مانند بالوگون را نمیپسندد. پسر پدر و مادری نیجریه‌ای که در لندن زندگی می‌کنند، تنها به این دلیل در آمریکا به دنیا آمد که مادرش هنگام سفر به نیویورک به علت بارداری نتوانست با پرواز از پیش روز و رو شده بازگردد. ترامپ می‌خواهد اصل اعطای تابعیت بر اساس محل تولد را لغو کند، اما دیوان عالی این طرح را متوقف کرده است. رئیس جمهور آمریکا همواره تلاش می‌کند خود را صاحب قدرت مطلق نشان دهد، چه در تخریب بال شرقی کاخ سفید، چه در عفو مجرمان و چه در دخالت در زمین فوتبال. او در فیفا نیز شریکی به همان اندازه فاسد پیدا کرده است. اینکه در نتیجه این اقدامات چه چیزهایی از بین می‌رود، ظاهراً برای این مردان اهمیتی ندارد. ترامپ و اینفانتینو آسیب بزرگی به این مسابقات وارد کردند. آنها باید از تیم ملی بلژیک سپاسگزار باشند که اجازه نداد این جام جهانی به طور کامل نابود شود.